کنون از جناب آقای احمد مسعود عضو هیئت رئیسه شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان خواهش می‌کنیم صحبت کنند. آقای احمد مسعود دارم. بله سلام علیکم. تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم بر روان پاک همه شهدای جهاد و مقاومت مردم افغانستان، علل خصوص استاد شهید و قهرمان ملی، و عرض تسلیت دارم سال روز شهادت رهبر فرزانه جهاد و مقاومت مردم افغانستان استاد شهید را خدمت برادر محترم و عزیز ما جناب رئیس صلاح الدین ربانی و خانواده محترمشان و همه خانواده جهاد و مقاومت مردم افغانستان و کافه ملت شهید پرور و ملت عزیز ما. من تشکری میکنم از همه دستاندرکاران مجلس امروز که با گرامی داشته سال روز شهادت استاد بزرگوار بار دیگر زندگی اونها را، مبارزه اونها را و تلاش اونها را چه به خاطر صلح چه به خاطر آزادی در عرصه‌های مختلف فرصت ایجاد کردن که در رابطهش صحبت شود و تشکری میکنم از صحبت همه بزرگان. آنچه که لازم بود از جناب استاد بزرگوار ما جناب استاد سبسیاف و همه دوستای دیگه شنیدیم. بدون شک استاد ما، استاد شهید ما یک الگو، یک مکتب، یک فکر و یک ارزش بودن و زندگی استاد از ابتدا تا انتها همیشه با یک ارزش و به خاطر یک اصل بوده. اگر مبارزه کرد با ارزش مبارزه کرد و به خاطر یک اصل و یک ارزش. اگر سیاست نمود به می خاطر، اگر صلح میخواست نمی خاطر و از ابتدا تا آخر در این راستا قدم گذاشته. در ابتدای زندگیشان وقتی مبارزه آغاز میشه، یکی از تفاوت‌های اساسی که امروز صحبتی که جناب استاد داشتن در ابتدا و جناب استاد نور داشتن، ما میبینیم که استاد بزرگوار در کنار همرزمانشان برخلاف آنچه که امروز طالبان ادعا میکنند اینا برخواسته از یک مفکوره دینی هستند، این استاد شهید و هم نسلان اونا، همرزمان اونا و هم فکرانشان هستند که یک مبارزه اسلامی را و یک مبارزه سیاسی استوار به یک ارزش اسلامی را از مکتب و دانشگاه آغاز میکنند. پس مبارزش استوار بر یک فکر، استوار بر یک مفکوره و استوار بر یک ارزش بوده، برخلاف آنچه که طالبان ادعا میکنن و آنچه که استاد گفت حتی حاضر به یک مذاکره، حاضر به یک مصالحه و حاضر حتی به یک مباحثه نیستن و این نشان ازی داره که از دین هیچ چیز نمیفهمن و او استاد بزرگوار و استاد شهید و هم نسلانشان بود که مبارزه را واقعا به خاطر اسلام و برآمد از فکر واقعی اسلامی آغاز کرد و به همین دلیل بود که وقتی که دولت اسلامی پیروز شد، آنگونه که جناب استاد محقق و زیبایی فرمودن، متاسفانه گروه‌های مختلف، بخش‌های مختلف و کشورهای مختلف که مخالف پیروزی انقلاب اسلامی مردم افغانستان بودند و ترفندهای مختلف به دنبال براندازی او و به دنبال ضربه زدن به او بودند و تلاش استاد شهید، قهرمان ملی و تمام شخصیت‌های دیگر برای حل این معضل و حل این مشکل متاسفانه که نتیجه نداد و ما شاهد به وجود آمدن یک پدیده زشت برای بدنامی حرکت اسلامی، مبارزه اسلامی و به خاطر بدنامی اسلام و مسلمین علل خصوص جهاد مردم افغانستان بودیم به نام طالبان که با استفاده از نام زیبای طلاب، با استفاده از نام زیبای مدرسه اینا آمدن و در صدد از بین بردن دین و دفاع بد از اسلام شد که تلاش های استاد شهید و قهرمان ملی به خاطر مصالحه، به خاطر حل مشکل از راه مذاکره متاسفانه نتیجه نداد و بسیار با درایت و خیرتمندی بیرق مشروعیت دولت اسلامی را تا آخرین قله ها و نقاط افغانستان حمل کردند
که نتیجه او استادگی همه مردم افغانستان در محور عید و بزرگوار و ایجاد جبهه مقاومت ملی برای دفاع از ارزش‌های مردم افغانستان بود که بحث و چپتر و بخش مقاومت افغانستان آغاز شد. امروز همه هستیم، مردم ما هست، آگاهی بیشتر است، فرصت‌های بیشتر است، کشورها حتی طلاب نسبت و دفعه قبل بهتر میشناسند. محبوبیتی که دور اول در ابتدا طالب در بین مردم داشت امروز هیچ نداره، اما چیزی که امروز ما نمیتونیم مثل دیروز مقاومت بکنیم. همه چیز هست و جز دو، و او استاد شهید و قهرمان ملی است و بار دیگه نشان ازی داره. در شرایطی که دنیا کرنش میکنه، منطقه سکوت میکنه، مردم ما در این مشکلات قرار دارن، این نشان از بزرگی این دو شخصیت تابناک داره که چطور توانسته بودن او زمان به تنهایی خود این پرچم حمل بکنه. روی صحبتم به نسل جوان است، علل خصوص در امی بخش. این قسم نبود که در دفعه گذشته کشورهای منطقه فور آمده باشند کمک کرده باشند، یا این قسم نبود که دنیا آمده باشه در مقابل طالب لشکرکشی کنه. وقتی که دولت در او زمان تحت فشار قرار گرفت، عقب نشینی تکتیکی به پنشیر و شمال افغانستان صورت گرفت توسط قهرمان ملی. این رهبری و استادگی استاد شهید و قهرمان ملی بود که سبب به وجود آمدن مقاومت ملی مردم افغانستان و استادگی منطقه و فرامنطقه در مقابل وحشت طالبان. در او زمان هم تنها بودن، هیچ کشوری به کمک ما نیامد، هیچ کشوری در کنار ما و شما استاد نشد، بلکه اونا با اراده و با نیت اینمی که تا آخرین قطره خون خود مبارزه میکنیم استاد شدن، نشان دادن که ما حاضر به خون دادن هستیم اما حاضر به خاک دادن نیست. بعد از اینکه اونا این عمل انجام دادن، 3 ماه و چقدر یا کم و بیش مبارزه و مقاومت کردن، آن لحظه بود که باز دنیا و منطقه فهمیدن که نه، یک ملتی هست که حاضر به استادگی و مبارزه. امروز اگر که مقاومتی شروع میشه، اگر مقاومتی آغاز شده، اگر مقاومتی انجام بده، باید سرمشق کار ما همون مبارزه باشه. اگر تنها هستیم، اگر کسی با ماست، اگر دنیا کمک میکنه، اگر دنیا به یک ترتیبی به فکر هست یا نیست، این کار خودشان است، در او ما و شما کاری کردن نمیتونیم. وظیفه ما استادگی و مقاومت است. بود بعدی جناب استاد بزرگوار، همون قسمی که جناب استاد نور و استاد سیاف گفتن، مسئله این بود که برخلاف تاریخ افغانستان که همیشه انتقال قدرت با خون، با جنایت، با کودتا و با ظلم بوده، استاد بزرگوار و همفکران و هم نسلانشان و مبارزه و مقاومتشان آخر نتیجهش نه تنها تاریکی، نه تنها ظلم، نه تنها خونخواهی و نه تنها کشتار نبود، بلکه انتقال قدرت، آزادی، آبادی و یک نظام استوار بر اراده مردم افغانستان شکل که بار دیگر بود درایت و خردمندی و خردمندی استاد نشان. آخرین صحنه و صفحه تلاش سیاسی جناب استاد، تلاششان به خاطر صلح و ختم جنگ‌های چندین دهه افغانستان که تا آخرین لحظه در این راستا تلاش کردند، اما وقتی که دشمن دید نه در عرصه نظامی، نه در عرصه سیاسی، نه در عرصه علمی و نه در عرصه حتی مذاکره و مصالحه حریف این پیر خرد و این شخصیت استثنایی تاریخ افغانستان نمیشن، رفتن و دوباره و عمل زشت انتحاری خود دست زدن و استاد شهید از ما گرفتن. پس حضار گرامی و همه مردم عزیز ما، زندگی و استاد بزرگوار برای همه ما از ابتدا تا آخر یک الگو و یک سرمشق و پیروزی آنها و نتیجه او بدون شک همه قدر است که ما و شما امروز بعد از گذشت 12 سال از شهادتشان و بعد از گذشت بیش از 2 دهه از شهادت قهرمان ملی از بزرگی این دو شخصیت یاد میکنیم. بله، وقتی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وفات کردند، اسلام
نتوانسته بود آنقدری که بعد گسترده شود دیگه مرزهای خود بگستران. اما بعد از او بودن شخصیت هایی که آمدن، خلفایی که آمدن، بزرگایی که آمدن، اسلام گسترده ساختن. امروز درست اگر که ما و شما استاد شهید و قهرمان ملی را نداریم، اما زندگی او سرمشق است، مبارزه او سرمشق است، مصالحه او سرمشق است، سیاست او سرمشق است و خرد و تدبیر او سرمشق است. امیدوار هستم همه ما با چنگ زدن به دامن شهدای ما، چنگ زدن به دین ما و چنگ زدن به اتحاد و انسجام ما و شما بتانیم که انشالله پیروز و بتوانیم که از این مرحله سخت و دردناک تاریخ کشور ما عبور بکنیم. و بار دیگه به روح تمام شهدا علی الخصوص استاد شهید درود میفرستم و به استاد بزرگوار و همه شهدای ما بهشت برین و خانواده معظم و بزرگشان صبر جمیل استدعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاسگزار هستیم از سخنان صمیمانه